با هوش مصنوعی 60 میلیون تومن رو تو 4 ماه درآوردم. زمانی که پول زیادی نداری آپشن‌های مختلفی هستش که بخوای کارتو شروع بکنی که یکی از انتخابات کارمندیه. حالا یا میتونی کارمندی قدیم رو ادامه بدی یا کارمندی جدید و بروز که فریلنسری هستش. باز توی خود فریلنسری همه ما توی این بازار کار میدونیم که کارفرماها پول زیادی رو به ما نمیدن، اما راهکاری هستش که بتونیم به جای اینکه پول بیشتری از کارفرما بگیریم پروژه های بیشتری از کارفرماهامون بگیریم. پول همونقدر اونا پرداخت میکنن ولی ما درآمدمون بیشتر میشه. پس برد هستش، فقط با استفاده از قدرت هوش مصنوعی. اگه میخوای یاد بگیری چجوری از این قدرت استفاده بکنی وارد prime.pishraftinho.com بشو و جایگاه خودت در آموزش فریلنسینو رزرو بکن.